سلام و درود، عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. جهانبخش هستم، مدیر پروژه ویزایار. امروز قراره تو این ویدیو بهتون آموزش ثبت نام لاتاری رو به صورت کامل آموزش بدم، قدم به قدم نحوه ثبت نام رو بهتون توضیح بدم. پس اگه میخواید که بدون چطور بدون هیچ اشتباهی و به صورت درست تو لاتاری ثبت نام کنید، حتما تا آخر این آموزش با من همراه باشید. یه سری سواله که خیلی دارن و نمیدونن اصلا لاتاری چی هست و چه شرایطی داره و یه سری سوالات دیگه و غیره و اینا. این سوالات رو قراره که من توی یه ویدیو جداگونه به سوالاتتون جواب بدم و کاملا توضیح بدم براتون. پس اگه کانال رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید که در آینده قراره اون ویدیو رو آپلود کنم تا این چند روز و شما بتونید ببینید. پس کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید. خب حالا یه سری سوال اینجا جواب میدم و بعد میریم سراغ نحوه ثبت نام. این که اصلا چرا ثبت نام درست مهمه. خب دوستان ببینید، شما اگه توی اسمتون، خب توی اسمی که وارد میکنید مثلا علی فلان، توی اون اسم اگه یه دونه الف اشتباه بشه و یه دونه حروف یا کلمه جابجا بشه، کل شانستون تو لاتاری آمریکا از دست میدید. یا مثلا عکسی که میگیرید، خب اگر اشتباه باشه و واجد شرایط نباشه، کل شانستون از دست میدید. به همین دلیل اگه ثبت نام درست داشته باشید و با تیم‌های تخصصی کار کنید و ثبت نام کنید، شانستون افزایش پیدا میکنه. چه مدارکی نیازه برای ثبت نام در لاتاری آمریکا؟ فقط مدرک دیپلم نیازه، یعنی دیپلم 12 ساله داشته باشید میتونید ثبت نام کنید. فقط برای ثبت نامش. مثلا برای خروج از کشور حالا جداگونه باید کارت پایان خدمت داشته باشید که حالا اون میشه یه جوری دور زد و وثیقه و فلان گذاشت. فعلا برای ثبت نام دیپلم. و چرا ثبت نام درست مهمه؟ گفتم بهتون دیگه. این که شما درست ثبت نام کنید خیلی رو شانستون تاثیر میذاره. خب خواهش میکنم که خواهشاً ثبت نامتون رو به کافی نتیا نسپرید. اونا دل نمیسوزونن و ارزش قائل نمیشن و یه موقع میبینید که اشتباهی ازشون سر میزنه و کل زندگی شما رو و شانس شما رو به باد میدن. خیلی دیدم، خیلی داشتم توی اقوام و دوستان آشنایان که این اتفاق براشون افتاده، مثلا اسمشون تو گروه کشی در اومده ولی چون اطلاعاتشو کافی نتی اشتباه زده، کل شانسش از بین رفته. خب این از سوالات خیلی وقت ویدیو گرفته نشه. برای ثبت نام شما باید بیاید روی لینکی که تو دیسکریپشن میذارم، سایت ویزایا، از طریق لینک وارد سایت میشید و قبل هر کاری میاد سراغ آموزش. از این قسمت منو روی آموزش میزنید، روی ثبت نام فعلا کلیک نمیکنید. خب قسمت آموزشا که اومد اینجا، ما براتون یه سری عکس نمونه قرار دادیم که کاملا متوجه بشید عکس به چه شکلی باشه. شما اگر عکس پرسونالی ندارید که اسکنش کنید با گوشی و آپلودش کنید، میتونید از دوربین گوشیتون استفاده کنید و پشتتون بعد یه دیوار سفید باشه، یه عکس با گوشیتون بگیرید از نافتون تا به بالا و عکسو که گرفتید میتونید خودتون بیاد اینجا کات کنید. مثلا ببین از این قسمت یه ذره پایین‌تر از شانه بیاد اینجا مثل نمونه عکسی که گذاشتیم کاتش کنید و آرش نباید داشته باشید خیلی زیاد و اینکه کلاه عینک اینا نباید داشته باشید، چهرهتون کاملا مشخص باشه، به دوربین نگاه کنید. این شرایط اصلی عکس لاتاریه. ما تو تیم ویزایار بررسی می‌کنیم، اگر عکستون مشکلی کوچیکی داشت باهاتون تماس میگیریم، پیام میدیم که عکس درست رو ازتون دریافت کنیم. خب اینجا هم یه سری براتون شرایط گذاشتم، مثلا اگه ادیت و فتوشاپ رو انجام بدید زده که این عکس نادرست و غلطه. مثلا اگه بیاد پشتتون رو با برنامه ادیت سفید کنید، اشتباه، حتما باید روی دیوار سفید حتما باید پشتتون دیوار سفید باشه، قشنگ مشخص بشه. اینجا مثلا میبینید که این سر این آقا رو با فتوشاپ ببین چیکار کردن که این قابل قبول نیست. جستتون هم اینجا زد بزنید ببینید مثلا جست درست و قابل قبول این هستش، نباید سرتون یا کل بدنتون به سمت چپ یا راست باشه. مستقیم کاملا همه چی صاف به دوربین نگاه کنید. اگر هم بچه کوچیک و نوزاد دارید، عکستون رو باید اینجوری ازش ثبت کنید که مثلا اگه تو بغلتون باشه قبول نمیشه، فقط مثلا باید اینجوری بخوابونید زمین عکس بگیرید ازش. این نمونه ای از عکسای درسته. شما میتونید حتی کات هم نکنید، چون امکان داره مثلا کاتتون اشتباه درات، میتونید به جای اینکه کات کنید از همون ناف بالا برام بفرستید، ما خودمون تیم ویزایا خودش کارشناسای ما خودشون این کارو انجام میدن. خب این از نحوه عکس گرفتن. پس با گوشی هم میتونید عکس بگیرید. حالا اون فرمتاشو هم بهتون توضیح میدم. خب بعد اینکه این کارو کردید، اینجا یه سری مقاله داریم لاتاری چیز و یه سری توضیحات تو این مقاله هست، میتونید برید اونها رو ببینید و اخبارها هستش که بهتون میگه که تا چه زمانی فرصت و مهلت ثبت نام اینا. حالا تو این ویدیو هم بهتون بگم تا 15 آبان مهلت ثبت نام لاتاری هستش. بعد از این قسمت خدمات لاتاری روی ثبت نام کلیک میکنید و منتظر میمونیم تا بیاد. خب این قسمت شما اینجا هم گفتیم بهتون که قبل از اینکه فرم پر کنید برید روی قسمت آموزش‌ها عکس‌ها رو ببینید که ما این کارو انجام دادیم. میاد اینجا این فرم رو کاملا صحیح وارد می‌کنید، دقت داشته باشید در پر کردن فرم. خب پاسپورت اگر دارید که از روی پاسپورت اسم و فامیلیتون رو بنویسید. اگه پاسپورت هم اعلام بذارید بغلتون لازم میشه. اگر ندارید اشکالی نداره، میتونیم از گوگل استفاده کنیم. مثلا میگم چرا میگم پاسپورت داشته باشید بهتره. مثلا اسم شما سعیده، خب مثلا سعید خانی، مثلا توی پاسپورت شما خانی رو اینجوری نوشته ولی شما مثلا از مدرسه یاد گرفتید که مثلا اینجوری بنویسید از بچگی. خب این امکان داره یه مشکلی ایجاد کنه. به خاطر همین شما باید برید تو گوگل جایی پیدا کنید و بهترین و صحیح ترین
فرمت نامتون رو پیدا کنید. حالا ما توی تیم ویزایار این یه سری لیست از اسما داریم، اسم فامیلا که نحوه درست نوشتنشون هست. اگر بررسی میشه، اگر اشتباه بود با شما تماس گرفته میشه و اطلاع میدیم که ادیتش می‌کنیم. یعنی پس خیالتون راحت باشه، ولی بهتره که پاسپورتتون باشه، از روی پاسپورت بنویسید. حالا امکان داره مثلا یه سری از نام خانوادگی خیلی طولانی و خاص باشه، پیدا نکنیم، تیم ویزا رو پیدا نکنیم. به خاطر همین توی گوگل اینا هم بچرخید پیدا میشه، یعنی اگه اسمتون رو بزنید به انگلیسیش پیدا میشه. و به خاطر همینه که مثلا گفتیم که پاسپورت داشته باشه، یعنی نیازی به پاسپورت برای ثبت نامش نیست. خب ما اسم وارد می‌کنیم، جنسیت رو آقا میزنیم، تاریخ تولدتون هم باید به میلادی اینجا وارد بکنید. اگر پاسپورت ندارید دوباره میاد شما اینجا تبدیل تاریخ شمسی به میلادی رو تو گوگل سرچ کنید، براتون سایتش میاد. مثلا میاد اینجا نوع تبدیل رو شمسی به میلادی میذارید و مثلا تاریخ تولدتون رو وارد می‌کنید، مثلا 3 خرداد 1370 تبدیل رو میزنید و اینجا براتون تبدیل میکنه. خب اینجا میلادیشه 24/5/1991. میاد توی فرم ثبت نامتون اینجا میلادیش رو وارد میکنید 24/5/1991. خب این از این. و میاد اینجا شهر تولدتون وارد میکنید که خیلی مهمه، شهر تولدتون، مثلا مثل تهران، قزوین، کرج و غیره. مثلا ما الان شیراز وارد میکنیم که بذارید تهران وارد کنم، چون خب اوکی بذارم شیراز زیاد آخه چون من محلاتش رو نمیشناسم گفتم اونور. وضعیت شهرتون اگه نامعلومه مثلا تو شناسنامه حالا مثلا به هر دلیلی نیست، میتونید بزنید کشور تولدتون رو انتخاب میکنید، عکس شرکت کننده رو باید حتی اکثر 2 مگه که خیلی زیاده ما براتون در نظر گرفتیم و فایل مورد قبول هم JPG و JPEG که اگر عکسی که با گوشیتون گرفتید فایل عکسی که با گوشیتون گرفتید فرمت دیگه ای داشت، میتونید تو گوگل سرچ کنید مثلا فرمت، مثلا میگم اگه مثلا فرمت عکسی که گرفتید PNG بود بزنید PNG تو مثلا JPG، اوکی. و به این صورت شما میتونید عکستون رو از فرمت مختلف جابجا کنید. همین سایت‌های اول که بزنید کارتون رو انجام میده. خب من حالا به صورت نمونه عکس اینجا وارد میکنم. خب من عکس اینجا وارد کردم و میام پایین‌تر اینجا آدرستون رو باید وارد کنید. خب ببین آدرستون رو نباید به صورت مثلا تهران، کوچه فلان اینجوری نباید، از شهرتون تا شماره واحدتون رو باید وارد کنید، تا به صورت برعکس. برای اینکه کارتون راحت بشه میاد توی گوگل اینجا ترنسلیت گوگل رو میارید و اینجا مثلا آدرستون رو می‌نویسید. مثلا من که کاملا دارم رندوم نوشتم، مثلا نخندید به این آدرس، کاملا رندومه و اینجا اگه اینو بنویسید مادر انگلیسی رو براتون برعکس میکنه، یعنی اوکی میشه. حالا اینو من کپی میکنم میام توی فرم و اینجا روی آدرس 1 واردش میکنم، میام پایین‌تر آدرس 2 رو خالی بذارید. این آدرس 2 برای اینه که اگر این اضافه اومد اینجا ادامهشو بنویسید. شهرتون رو وارد میکنید، تهران، شیراز، ای وای گند زدم، اینجا زدم شیراز، اونجا زدم تهران، که اینو ما می‌کنیم اینجا شیراز. خب آدرستون شیراز و اینم که اینجا بعد ایالت یا استانتون رو بزنید. حالا ما هم می‌زنیم شیراز. دهات دیگه مثلا اطراف شیراز هرچی استان هست اونها رو وارد کنید. حالا من نمیدونم استان شیراز دور و برش چیا هستش. کد پستیتون رو وارد می‌کنید و کشوری که آدرس رو الان وارد کردید ایران میزنید و این کشوری که الان توش زندگی می‌کنید هم تقریبا همونه. این به نظر منظورش اینه که کشوری که همین الان دارید درخواست رو توش ثبت می‌کنید. مثلا شما این آدرستون ایران ولی همین الان ترکیه اومدید، تفریح ترکیه و ترکیه رو وارد کنید. حالا ما مثلا میزنیم همون مثلا هند، چون جلو دست بود زدم. شماره تلفنتون رو وارد می‌کنید. دقت داشته باشید که این شماره تلفن برای چیزتون نیست، برای ثبت نام لاتاری نیاز نیست. ما فقط برای تیم ویزایار این شماره تلفن ازتون میگیریم که اگه مشکلی بود باهاتون تماس بگیریم. 09 خب 11 رقم شماره تلفن وارد می‌کنیم. ایمیل، بچه‌ها ایمیل خیلی مهمه، واقعا مهمه. ایمیل کاملا درست و صحیح بزنید بدون اینکه یه دونه کلمه جا بیفته. کاملا صحیح و ایمیلی که کاملا در دسترستون باشه و از دستت خارج نشه. دوباره ازتون خواسته این ایمیل کاملا روش دقت کنید. الان من کپی پیست می‌کنم چون زیاد مهم نیست و تستیه. خب بعد میرسیم به قسمت سطح تحصیلاتتون که تا امروز کسب کردید، یعنی همین الان دستتون مدرک چیه. ولی اینو بهتون بگم که اگر مثلا الان مدرک به دستتون نرسیده ولی طی 6 الی 7 الی 9 ماه آینده دستتون میرسه، میتونید اینجا اون انتخاب کنید. مثلا الان شما دیپلم ندارید ولی 6 ماه دیگه دیپلمو میگیرید، اینو روش بزنید. این میشه دیپلم. این دوتا که اصلا واجد شرایط نیستن ولی الان گذاشتیم جزو گزینه‌ها. پیش دانشگاهی که اصلا نداریم، تو اینا کلا اینو خط بکشید. دانشگاه بدون مدرک یعنی دارید تحصیل می‌کنید، مثلا 2-3 سال 3-4 ماه دیگه مدرکتون میگیرید. مدرک کارشناسی دارید میزنید روش. فارغ التحصیل نشدم که اصلا واجد شرایط فکر نکنم باشه. شاید هم منظورش اینه که تحصیل دارید می‌کنید. آره اگر تحصیل دارید می‌کنید و هنوز فوق لیسانس نگرفتید همین رو باید بزنید. فقط تحصیل نشه. فوق لیسانس رو گرفتید مشکلی این میشه و در حال تحصیل دکترا هستید، یعنی دکترا نگرفتید این میشه و مدرک دکترا دارم این میشه. و اینجا وضعیت تحولتون رو میذاره که مثلا میگه اگر همسرتون سیتیزن آمریکا نداره که قطعا برای همه ایرانی‌ها این گزینه است. ولی حالا نمیدونم اینو چرا گذاشتن، اصلا اینجا دلیلی نداره. یارو اگه زنش اونجا باشه میره دیگه. طلاق گرفتم و اینو میتونید بزنید اگه طلاق گرفتید از همسرتون و اگر همسرتون فوت شده روی این گزینه کلیک می‌کنید.
ولی اگر روی این گزینه کلیک کنید همسرتون ثبت نام نمیشه با شما، یعنی باید جداگانه ثبت نام بشه. و حالا من مجرد هستم میزنم که دیگه فرم طولانی نشه، یا بذارید اصلا اینو بزنم که ببین یه سری همون اطلاعات قبلی دیگه مثلا همونه، مثلا سارا هیدری، جنسیت خانوم، تاریخ تولد همینجوری رندوم، شهر ایران، عکستون رو عکس همسرتون انتخاب میکنید و این غیره. تعداد فرزندتون هم مثلا اگر اینجا بزنید 1 فرزند براتون اینجا فرم فرزندتون رو میاره، دوباره همون اطلاعات تکراری برای فرزندتون هم همینجوری واردش میکنید و در نهایت تمام. حالا من برای اینکه طولانی نشه میام اینو میذارم رو مجرد هستم که اون فیلدا بره و اینجا هزینه رو بهتون نشون میده و اینو مطالعه میکنید و روی شرایط و قوانین رو میپذیرم کلیک کنید و ثبت و ادامه. دقت داشته باشید که من اشتباه کردم، بهتون نگفتم حتما قبل از ثبت و ادامه فرمو کاملا چک کنید، کاملا یه واوی برامون نشه. هرچند ما دوباره بررسی می‌کنیم ولی شما رعایت کنید. خب میاد اینجا تلفن همراهتون رو اینجا وارد می‌کنید و 002 4 6 8 11. خب کد تخفیفی که ما بهتون دادیم رو وارد می‌کنید. اگر از طرف این ویدیو که ویدیو من هستش از طرف مدیر پروژه یه دونه کد تخفیف میگیرید که کد تخفیفتون هم BF 11 اشتباه نکنم هستش، اعمال رو بزنید. بله خب ببین که حدود فکر کنم 25% بهتون تخفیف میده، پس این کد رو هم تو دیسکریپشن میذارم بزنید BF 11 و درگاه پرداختتون رو انتخاب کنید که ما فعلا درگاه پرداخت ملت رو از دست دادیم، نمیدونم چرا، به خاطر شلوغی و تبلیغاتمون بوده که اشتباه بوده و فعلا از دست خارجه. ما هم روش کارت به کارت رو انتخاب کنید و این رو بزنید و پرداخت. خب اینجا مستقیم شما میاره به قسمت پرداخت و اینجا قیمت کل رو بدون اعمال تخفیف زده، ولی مهم نیست این، ولی شما برای واریز به حساب به شما یک شماره کارت میده اینجا که مستقیما به کارشناس شما، مثلا تیم ویزایر تشکیل شده از 10 15 تا کارشناس که این کارشناس مخصوص شماست، به صورت رندوم انتخاب شده. حالا به صورت رندوم یا به صورت اینکه مثلا اگر سرش خلوت بوده این کار شما رو انجام بده. پس این شماره کارت واریز میکنید به خانم رحیمی و بعد اینکه واریز کردید میاد اینجا می‌نویسید نامش مثلا خانم رحیمیه، ببخشید اینجا مثلا نام خودتون رو بعد بنویسید. خیلی دقت داشته باشید اینا رو، چون شرطش نبوده براتون ننوشید نام خودتون اینجا می‌نویسید و بعد اینکه نام خودتون اینجا نوشتید مبلغ هم که اینجاست این مبلغ رو واریز کردید، قابل تغییر نیست، واریز شده به کارت فلان، مثلا شماره کارتی که بالا براشون واریز کردید اینجا مثلا قشنگ می‌نویسید. اما مثلا دیگه نمیخوام پرداخت رو بزنم، همین براتون کامل می‌کنم و بهتون میگم چیکار کنید. بس چی شد که شما اسم اینجاست، حالا مثلا همون شماره کارت هم اینجا میزنید، شماره پیگیری. بچه‌ها شما وقتی با گوشی کارت به کارت میکنید توی اسکرین شات رسیدتون شماره پیگیری رو نمی‌نویسه، درسته؟ شماره پیگیری رو نمی‌نویسه و شما باید بیاید بنویسید رسید متنی. تو همه همراه بانک هست رسید متنی رو بزنید، شماره پیگیری اونجا مشخصه، شماره پیگیریتون اینجا میزنید، به صورت انگلیسی باید بزنید. بعد خب و 4 رقم آخر کارت مثلا 7889 و اینجا یه سری توضیحات مثلا می‌نویسید که آقا پرداخت راتری فلان و مثلا اگر مثلا خیلی یه سری توضیحات دیگه، مثلا اگه نمیدونم حالا مثلا اگه یه چیز مهمی دارید که میخواید دیده بشه اینجا بنویسید. روی ارسال اطلاعات پرداخت بزنید، بلافاصله ارسال میشه برای ما اطلاعات شما. در صورت تایید پرداختتون ثبت نامتون توسط کارشناس شما انجام میشه. ثبت نامتون تا 1 الی 2 روز کاری انجام میشه، بررسی میشه قبلش و با شما اگه مشکلی داشت تماس گرفته میشه و ثبت نامتون انجام میشه. و اینکه اینم یادم رفت بگم موقع پرداخت تاریخ ساعت حتما دقیق بزنید، اینجا بزنید و گفتم که توسط کارشناس شما ثبت نام انجام میشه و کد پیگیری ثبت نامتون براتون ارسال میشه. کد پیگیری خیلی مهمه، حتما براتون ارسال میشه و حتما از گمش نکنید، داشته باشید. ویزایر هم هیچ مسئولیتی در ازای گم شدن اون قبول نمیکنه، حتما اون کد پیگیری داشته باشید، چون ما نمیتونیم نگه داریم تو دیتابیسمون. کد پیگیری رو تو براتون ارسال میکنه، شما باید نگه دارید و بعد اینکه کد پیگیری نگه داشتید اردیبهشت ما جواب لاتاری میاد، میتونید از این قسمت نتایج لاتاری برید و پیگیری کنید وضعیت برنده شدنتون رو و اونجا ما هم باهاتون تماس میگیریم و این خبر خوب رو بهتون میدیم. آرزوی موفقیت برای تک تک شما دارم. امیدوارم که همتون توی قرعه کشی لاتاری برنده بشید. امیدوارم که این اتفاق بزرگ نصیب شما بشه و این خوشحالی رو با هم تقسیم کنیم. خیلی خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و اینکه امیدوارم لحظات پر از شادی و زیبایی در انتظار شما باشه. خدا قوت، تا ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون باشه.